در دوره‌های مختلف خب مثل اینکه در دوره‌های مختلف پای صندلی شکست. سلام، چطورین آقا؟ امروز براتون یه سری ویدیوهای خفن از صدا و سیما آماده کردم. سوتیای نابیه بریم ببینیم. گفتم توی آدم پپری من بیافتم تو یک وقتی به کون منو بشوری. آقا به خدا برنامه زنده است، کم رعایت کن. مثلا این لیوانو فروختم به شما، اجاره دادم به این، آبش هم میگن آقای چیز بخوره، آقای میثاقی بخوره. بله آبش هم که معلوم شد دیگه کی بخوره. اطلاع ندارم. من پسر 7 ماهم. ای جانم، پسر 7 ماهه داری؟ چند سالشه؟ 7 ماهشه. 7 ماهه چند سالشه؟ پسر 7 ماهه 12 سالشه. داخل سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم ممکنه بلایی که هیچی نمیگم، بگذریم. بچه خودمونم یه وقت خیلی خوش اومدین. صبح جمعتون کردین. روز جمعتون همینو می‌خواستی؟ من گفتم این بنده خدا خوبه گفته حالا داره که در غیر این صورت انتخابات ما به 77 رای حالا اگه گذاشت این خبرشو بگه آقای روم. ممنون از اینکه منو گاز میگیری. بابا تشکراتونو بذارین تو خونه. خب آخه برنامه زنده. سردار کیه؟ سردار مثل سعید، سردار مثل مهدی، سردار مثل علیرضا، سردار مثل احسان، سردار مثل مسعود، سردار هم مثل سعید، مهدی هم مثل سردار، مهدی و سردار هم مثل سعید. این قیافه خودش گویای همه چیزه. شما ببخشید در بیاریم من باهاتون با هم بشینیم یه کارشناس بی‌طرف. علی آقا دایی از تو بعیده. چه کاری رو خودت انجام میدی؟ مثلا میرم دستشویی خودم چشممو میشورم. کار خطرناک نکن بچه جان.